بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله حل سوالات عملی امروز سوال مربوط به پتانسیل برقی داریم. عبارت سوال است که پتانسیل برقی را در نقطه P محاسبه کنید. خب شکل را در نظر میگیریم. شما میبینید که در شکل 4 دانه چارج نقطوی است و در 4 نقاط یک مربع قرار گرفته. گفته که پتانسیل برقی را در نقطه P پیدا کنید که نقطه P در وسط همین مربع قرار داره. خب در اینجا 4 دانه چارج داریم، Q1 Q2 Q3 و Q4 و فاصله بین دو چارج D1.3 متر است. خب پتانسیل در نقطه وسطی مربع پیدا میکنیم. در قدم اول ما که فرمول استفاده میکنیم در اینجا V مساوی به مجموعه VI به این معنی که وقتی که بیشتر از یک چارج نقطوی داشته باشیم پتانسیل برقیش چون یک کمیت اسکالاری است عبارت از مجموع اسکالاری همه پتانسیل هاست که به این شکل توضیح شده میشه. پس در اینجا دو کمیت به ما مهم است. یک کمیت Q چارج است، کمیت دومیش فاصله چارج از نقطه که ما در اون نقطه پتانسیل برقی را محاسبه میکنیم. خب 4 دانه چارج داریم که مقدار هر چارج به ما داده شده و فاصله هایی که است R1 R2 R3 و R4 ای هم کلا با هم برابر است. میبینیم که نقطه P از همه چارج ها در عین فاصله واقع است. پس در واقع ما آره که در یک حالت پیدا کردیم به خاطر یک چارج پیدا کردیم برای همه چارج ها در نظر میگیریم. خب آره چی رقم پیدا میکنیم؟ میایم از یک شکل دیگه تهیه میکنیم که یک مثلث است. هدف ما فاصله دی است. پس در این جگه این مثلث فرض کنیم و از قضیه فیثاغورس استفاده کنیم. پس اینمی وتر ازی که قطر مربع میاد در حقیقت این جذر 2 دی میشه و ما منظور ما است که آر پیدا کنیم که آر فاصله وسطی یا نصف فاصله دی است، نصف قطر است. پس این تقسیم بر 2 میکنیم، مقدار از این 0.919 متر می آید. پس این قیمت ها را که اینجا پیدا کردیم قیمت Q و R یک قیمت است مشترک است، این بیرون میکشیم و قیمت Q ها را نشته میکنیم. علامش البته در نظر میگیریم. Q1 ما 12 نانوکولم، Q2 ما منفی 24 نانوکولم، Q3 31 نانوکولم و Q4 ما هم 17 نانوکولم بسته. میدانیم که 1 نانوکولم 10 به نمای منفی 9 کولم میشه. پس می 10 به نمای 9 را مشترک میگیریم در آخر نشته میکنیم. بعد از محاسبه جبری پتانسیل برقی که در نقطه P به وجود می آید 350 ولت میشه.